تو این ویدیو میپردازیم به موضوعی که شما احتیاجی به گرفتن سرویس کار و تلفن زدن به سرویس کار ندارید و خیلی موقع‌ها باعث از کار افتادن دستگاه میشه. باید عرض بکنم که این درجه‌ای که مثل ساعته شما میبینید، اینو عرض میکنم بین 1 و در واقع 0 تا 4 بار مدرج شده. ابتدا و انتهاش قرمزه. باید در جریان باشید که اگر این درجه آب از نیم بار کمتر بشه دستگاه شما از کار میفته و بسته به نوع دستگاه ارورای مختلفی میده. پس اگر فشار آب مانومترتون کمتر از نیم بود و رو محدوده قرمز بود، حتما اولین کاری که میکنید با شیر هواگیری که شما بهش میگید و شیر پر کن که در واقع حرف درست و اصطلاح درست این قطعه است که زیر دستگاه هست. ببینید اینو عرض میکنم مشکی رنگه مثل در ماژیک. به این میگن شیر پر کن. متصل به آب شهری هست و شروع میکنه به پر کردن آب مدار. پس اگر زیر نیم بود فشار آبتون و دستگاه ارور داده بود، شیر پر کن رو باز میکنید تا 1، حد اکثر 1.5 که رسید شروع میکنید به بستن شیر پر کن. شیر پر کن رو باید محکم حتما ببندید. اگر باز بمونه یا اگر دیر ببندید و فشار آب از 3 تا 3.5 بار رد بشه، دستگاه سالم حتی نو وقتی که فشار مانومتر از 3 رد بشه شروع میکنه به ریزش آب و کاملا هم طبیعیه. باز هم احتیاج به سرویس کار ندارید. پس اگر شیر پر کن رو باز گذاشتید، فشار آب بالا رفت و آب از دستگاه ریخت، این نیاز به سرویس کار نداره. باید فوراً در واقع شیر پرکن زیر دستگاه رو ببندید. حالا اگر مانومترتون بالای 3 تا 3.5 از حول خوشکن حمام شروع کنید پیچ هواگیریشو باز کردن. هر چقدر که از اونجا آب بیرون بیاد از اینجا درجه مانومترتون افت میکنه. وقتی که به 1.5 رسید شما اون شیر هواگیر پیچ هواگیری رادیاتور رو میبندید و فشار شما تنظیمه. نهایتا دستگاه رو یه ریست میکنید و استارت مجدد. پس اگر فشار زیر نیم باشه هم دوباره ارور میده دستگاه و قطع میکنه به خاطر اینکه نسوزه. پس اگر این اتفاق افتاد شما احتیاج به سرویس کار ندارید. آبگیری میکنید و یه ریست و استارت. انشالله که موفق باشید.